سلام دوستان، من کیان هستم. خوش اومدین این ویدیو خیلی کوتاه. ما امروز اومدیم بریم که چجوری شخصیت هاوی رو باز کنیم. برای خیلی چیز آسونه. شما باید حتما استوری مودتون رو تمام کرده باشید. این استوری مودتون اینجوری که تمام کنید، این استوری موده که 4 تا پارته، اینا رو تمام کنید. باید ببخشید نوتیفیکیشناتون. الان من رفتم به بخش نوتیفیکیشن ها، اینجاست و میاد این ته اینجا. الان به من یه چیز داده، اینجوری میزنی. الان چی بود حالا؟ شاید ببینید این چند تا بخش داره. الان این بخش چیه؟ نمیدونم چیه این بخش. زیاد راجبش چیزی بلد نیستم. این بخش دیگه بذارید این بخش مثلا جانی کشی هست. اینجوری من چیزی نمیشه جانی کشی گذاشته، مثلا چیزی نیست دیگه. حالا چون نوشته now is reward is checking connect، یعنی برو مثلا ببین، مثلا تو استوری مثلا ببین بیا یه چیز باز کن، بعد اینجا مثلا به دستشون بیار. حالا اینجا که همین دیگه هاویکو اینجوری میتونید باز کنید. البته یه نقطه آتیشی رنگ اونجا اومده. الان اگه اونجا ویدیو مثلا بغل همین دیده باشید که الان اونجا گذاشتم، همین بالا میاد. حالا اگه چیزای دیگه هم عکس گرفته باشید که میشه این عکس رو اینجا عوض کرد. این برم تو نوتیفیکیشن ها. خب این عکس رو باید اینجا مثلث بزنم. من اصلا همه‌شو تقریبا گرفتم. نه برای کمه هاتون، شخص کمه ها. خب همین دیگه. اگه تا اینجا ویدیو اومدی حتما دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب هم بکن و دکمه زنگولم بزن تا هر ویدیویی گذاشتم اول بتونید تو ببینید. خب فهمیدین که چجوری هاویکو باز کنم و خیلی آسونه. استوری مودش اصلا زیاد چینی. اگه دوست داشتین بتونید بزنید رو حالت مثلا وری ایزی که مثلا سخت نباشه. و همین. خوش اومدین به ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.